ای آفتاب تابان بشنو سلام ما را، زین خاک تا به کیهان بشنو سلام ما را. ای طوطی شکرلب، ای مرغکان خوشگپ، ای بلبل خوش الهام بشنو سلام ما را. ای صاحبان محفل، ای جان ما و ای دل، ای ساقی درفشان بشنو سلام ما را. در دستها چغانه، لبها پر از ترانه، ای مهوش خرامان بشنو سلام ما را. السلام علیکم مهمانان عزیز، تماشابینان گرامی. قدم‌های مبارک شما، مخلصان صوت و نوا، دوستداران صنعت اصیل را به این بارگاه مقدس به روز عید شش مقام خیر مقدم میگوییم. شش مقام اثری موسیقی سنتی خلق تاجیک به حساب رفته از 6 مقام: بزرگ، راست، نوا، دوگاه، سهگاه و عراق عبارت است. هر مقام به طرز سلسلوی از نظام معین مرتب شده از نواهای گوشنواز و سرود و ترانه‌های دلچسب ترکیب یافته، دارای قاعده‌های مخصوص لحنی و ضربی و شکلبندی به خود خاص را دارا می باشد. متن آنها بهترین دردانه‌های نظم ادبیات کلاسیکی چندین هزار ساله خلقمان را در بر می‌گیرند. این شاه اثری به زوال موسیقی سنتی نیاگانمان در فرهنگ موسیقی مردم تاجیک موقع مخصوص را اشغال می نماید. همه دور و زمان در 6 مقام است، جهان تاجیکان در 6 مقام است. 12 می سال 2000 با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به این شاهسری موسیقی کلاسیکی خلق تاجیک مقام دولتی داده شد و هر سال این روز همچون روز 6 مقام در سراسر کشور جشن گرفته می شود. قریب در اکثر نواحی جمهوری تاجیکستان انسامبل‌ها و دسته‌های مقام خوانان عمل می نمایند. پس از مقام دولتی گرفتن این خزینه بی‌بهای خلق دویم باره از نو احیا گرفت و امروزها توسط مطبوعات و رادیو و تلویزیون تشویق و ترغیب کرده می شود. مورد به ذکر است که امروزها در آموزاندن موسیقی 6 مقام و تشویق آن در بین جوانان و نورسان در انسامبل 6 مقام سرایان شمسی حصار نازکی های این شاه اثر از جانب استادان به شاگردان آموزانیده می شود. باعث افتخار است که موسیقی 6 مقام عین زمان رو به رواج و رونق داشته در اقصای عالم اجرا کنندگان و شنوندگان خود را دارد. 6 مقام میراثی بای مردم مشرق زمین. 6 مقام دارد بزرگ و راست، سهگاهی حزین. صفحه ها جستم خرد را پیشه کردم یافتم، هم دوگاه و هم نوا و هم عراق دلنشین. 6 مقام رازی خدا است، از بم و زیرش بگو، بی تکلف مگذر از این عالمی خوشرنگ و بو. هر کی قدرش را شناسد گل به سر دارد مقام، رازی خود از ناز گوید با مقام قصه گو. در تشکل سرود و نوا و آهنگ و ترانه های این شاهسر زحمت نیاگان فرهنگافر ما باربد و رودکی ابراهیم موصولی و کاتبی
خوارزمی، ابن سینا و فارابی، صفی الدین ارموی و قطب‌الدین شیرازی، امیر خسرو و جامی، کوکبی بخارایی و درویشعلی چنگی و دیگران نهفته است. غزل‌های ناب و کلام موزون شاعران بزرگ ما رودکی و نظامی، سعدی و حافظ و کمال، جامی و هلالی و بیدل، صایب و سیدا و دیگران با نواهای شش مقام چون جان و تن به هم پیوستند. شش مقام از قسم سازی، مشکلات، دو شعبه آوازی، نثر عبارت بوده زیاده از 250 سرود و آهنگ را در بر میگیرد. خانه‌ام روشن‌تر از صبح نوای شش مقام، مهری عاشق خیزد از صبح نوای شش مقام. از مؤذن گر صدا آید به گوشم دل خوشم، چون نمازی بامدادان صفای شش مقام. حاضرین گرامی، بخشیده به جشن روز شش مقام، هنرمندان و رامشگران انسامبل شش مقام سرایان شمسی حصار برنامه رنگین کنسرتی را آماده نمودند که عین زمان منظور خاطری شمایان می‌گردانیم. مرحبا، پذیرا باشید.